توی این کشور اولین دانشگاه و مجلس جهان شکل میگیره. اولین جمهوری جهان رو داره، اولین بانک دنیا اونجا تأسیس میشه و اولین جاده ها اونجا بنیان نهاده میشه و تقریبا تمام دانشمندان نسل جدید از اونجا میان. امروز میخوام راجع به ایتالیا صحبت کنم. سلام. ایتالیا یکی از کشورهای مورد علاقه منه و علاوه بر این که این کشور فوق‌العاده زیباه، برای من جذابیت‌های خاص دیگه داره. تو این ویدیو یک مقدار دارم توضیحات کلی میدم راجع به کشور ایتالیا. این دیدگاه ها، حرف و واقعیت های ایتالیا، هیچ انتقادی به اون نیست. برخلاف این که راجع به آلمان صحبت کردم، توضیح دادم، ویدیوش رو میتونین ببینین. راجع به ایتالیا اصلا دیدگاه انتقادی ندارم، یعنی برخلاف این که حاضرم سر به تن آلمانیا و کشور آلمان نباشه، اما راجع به ایتالیا دیدگاه هم اینطوری نیست. واقعیت ها رو دارم میگم و این واقعیت ها باعث نمیشه که من ایتالیا رو به عنوان کشوری برای زندگی یا کشوری برای تفریح انتخاب نکنم. پس اینا رو گفتم که فکر نکنید دارم ایتالیا رو تخریب میکنم. این نقشه حال حاضر ایتالیا سومین کشور پر جمعیت اروپا با حدود 58 میلیون جمعیت. طبق آمار منتشر شده 91% از جمعیت ایتالیا رو ایتالیایی ها تشکیل میدن. به یه نگاه کوچیکی به تاریخ ایتالیا بندازیم. از قبل از میلاد مسیح تا قرن 5 میلادی امپراتوری روم در ایتالیا حاکم بود که خیلی گسترده بود. حالا دیگه کاری ندارم، نمیخوام راجع به روم شرقی، روم غربی و اینها صحبت کنم. تو این فیما بین 500 سال جمهوری داشتن که جمهوری به اون تفکری که ما الان داریم فکر میکنیم نبود. جمهوری بورژوایی بود، جمهوری از ما بهترون بود. یه خاصی میتونستن یه سری افراد خاص رو به عنوان حاکم انتخاب کنن، یه چیزی تو مایه های ایران الان خودمون. و با انتخاب جولیوس سزار میاد کلا دوباره اون سیستم جمهوری رو حذف میکنه و امپراتوری جدید ایتالیا، امپراتوری جدید روم رو بنیانگذاری میکنه و تا قرن 5 میلادی هم این امپراتوری پابرجا بود. از قرن 5 ایتالیا فرو میپاشه و از یه عالمه در واقع پادشاهی کوچیک مختلف تشکیل میشه و تا سالهای 1800 یعنی 1400 سال بعد از فروپاشی ایتالیا یک کشور یک پارچه‌ای نبوده و زیر یک پرچم خاص وجود خارجی نداشته. قرن 19 میلادی بعد از 1400 سال ایتالیا زیر یک پرچم متحد میشه. ایتالیا از 20 تا ایالت متفاوت تشکیل میشه. از ایالت لامباردیا تو شمال ایتالیا که تولید ناخالص داخلیش تقریبا با ژاپن برابری میکنه تا ایالت سیسیل تو جنوب که تولید ناخالص داخلیش از باربادوس هم کمتره، یک تفاوت خیلی فاحشی داره. در جنوب ایتالیا فقر گسترده تره و در شمال ایتالیا ثروت و قدرت بیشتری وجود داره. اما علاوه بر این 20 ایالت، ایتالیا از 107 منطقه هم که حالا به عنوان شهرستان میشه ازشون نام برد تشکیل میشه. در مجموع این شهرستان ها هم از 7904 شورای منطقه‌ای تشکیل میشن. بزرگترین شورای پالاتسو یا همون شهر روم هست که حدود 2.7 میلیون نفر جمعیت داره و کوچکترین شورای محله هم ماتیرونیه که 32 نفر همش جمعیت داره. مشکل اونجا شروع میشه که این شوراهای محلی قدرت‌های عجیب غریب دارن. انتخاب شهردار، پلیس محلی، خدمات عمومی و اینها همه در اختیار این شوراهای محلی و حکومت مرکزی به هیچ عنوان، تاکید می‌کنم به هیچ عنوان، نمیتونه تو امور شوراهای محلی دخالت کنه و همین باعث عدم پیشرفت ایتالیا شده. مثلا 30 سال پیش تو منطقه تمپاروسا تو جنوب ایتالیا نفت کشف میکنن، یعنی سال 1989 تا سال 2013 اجازه
برداشت از این ذخایر نفتی داده نمیشد، چون مجوزهای شورای محلیش میتونستن کسب کنن و زمانی هم که مجوزهای شورای محلی رو کسب کردن تا زمان استخراج نفت 3 سال طول میکشه و اولین نفت از این ذخایر نفتی سال 2016 خارج میشه و خب این باعث میشه که این روند پروسه بوروکراسی اداریشون اونقدر پیچیده و طولانی بشه که خیلی از قید سرمایه گذاری توی اون بگذرن. علاوه بر این فساد اداری در شوراهای کوچیک خیلی بالاه. با توجه به قدرتی که این شوراهای کوچیک دارن میتونن خیلی تصمیمات بزرگی رو جلوش رو بگیرن. مثلا همین شرکتی که پروژه نفتی رو برنده میشه باید یه پروسه بوروکراسی اداری خیلی پیچیده رو بگذرونه و 400 مجوز بگیره که مجوز گرفتن از شوراهای محلی از دولت مرکزی هم سخت تره. ایتالیایی‌ها یه ضرب المثل دارن که میگن اونی پایس اونا ریپوبلیکا، یعنی هر روستا یه جمهوریه برای خودش. خب برگردیم به نقشه ایتالیا. قبل از الحاقش در جنوب پادشاهی نیاپولی و سیسیل بود، در شمال غرب پادشاهی ساردینیای شمالی بود، پادشاهی توسکان به مرکزیت فلورانس بود، پادشاهی لمباردی ونیز در شرق، شمال و شرق بود و استان پاپ به مرکزیت پاپ اعظم و کلی حکومت کوچیک دیگه. پس الان متوجه شدین چه خبره؟ ایتالیا از خیلی ساختار ترکیبی بزرگی تشکیل شده. حتی داخل سرود ملیشون هم میاد میگه که ما زیر یک پرچم متحد شدیم که پیشرفت کنیم. این سرود ملی به عنوان سرود ملی ایتالیا از زمان بعد جنگ استفاده میشد، اما فقط سال 2017 به عنوان سرود ملی داخل خود مجلس ایتالیا به رسمیت شناخته شد و خب این پروسه بوروکراسی اداریش رو میتونین تصور کنید که چقدر پیچیده کرده این کار رو. اما این همه ایتالیا نیست. ایتالیا مرکز برندهای خانوادگی و بیزینس‌های خانوادگی دنیاست. برندهای معروفی مثل بنتون، گوچی، ورساچه، پرادا، دولچه گابانا، آرمانی، اینها محصولات خانوادگی ایتالیایی هستند. پولدارترین فرد ایتالیا در حال حاضر جیوانی فررو، رئیس کارخونه و شرکت فررو، که همه این داراییش رو از پدرش میشلو فررو به دست آورده و میشلو فررو همه این دارایی رو از پدرش که بنیانگذار شرکت فررو بوده به دست آورده، پیرو فررو. اما آقای میشل فررو شاید مطرح ترین فرد این خانواده است، چون شکلات های کیندر، شکلات های رافائل، شکلات های فررو، شکلات های معروفی هستن رو ایجاد میکنه. آقای پیرو فررو هم خب شاید یکی از خاطر انگیزترین محصولات دنیا رو تولید میکنه. میاد خامه رو با فندق قاطی میکنه و محصول باور نکردنی نوتلا رو میسازه و خب شرکت فررو هنوز هم به صورت خانوادگی اداره میشه. همینطوری خیلی از بیزنس های دیگه ایتالیا هم خانوادگی هستند، مثل شرکت بزرگ خودروسازی فیات، مثل شرکت لوکسوتیکا که برند ریبن، برند اوکلی عینک ها رو میسازه و فقط فراموش کنیم که لوکسوتیکا تقریبا میشه گفت فریم تمام عینک های جهان رو از پرادا، گوچی، لوی ویتون و اینها رو اونها تولید میکنن. این برند هم یه برند خانوادگیه. اگه یه نگاهی به 100 برند قدیمی دنیا بندازیم، یعنی 100 تا از قدیمی ترین برندهای جهان که هنوز هم باقی مونده، 15 تاش مال ایتالیاه. شرکت براویرتوسو از سال 1285 میلادی بنیانگذاری شده و کارش تولید کریستال های لوستر و لوسترهای کریستالی بزرگ و این شرکت خانوادگی اداره میشه. شرکت تورینی قدیمی ترین شرکت جواهرات سازی دنیاست که سال 1369 شمسی نه میلادی تأسیس شده. آنتورینی که شرابهاش تو همه جای دنیا معروفه هم
یک برند خانوادگیه که سال 1385 میلادی تأسیس شده. خانم آلبیرا تورینی 26مین نسل از خانواده تورینیه که سال 2017 مدیر عامل این شرکت شده. از یه طرفی داشتن بیزینس های خانوادگی نشون که طولانی مدت و قدیمی هستن، نشون از قوانین نانوشته حقوق مالکیتی عمیق داخل ایتالیا رو میده. یعنی با وجود اتفاقات خیلی عظیمی که داخل ایتالیا افتاده، مردم به حقوق مالکیتی اشخاص اهمیت قائلن و تأثیرات تفکرات سوسیالیستی هیچ وقت این رو از بین نبرده، مثل اتفاقاتی که داخل ایران با غصب و گرفتن و تفکرات چپی کمونیستی مثل جلال آل احمد، مثل شریعتی یا افراد دیگه‌ای که با تفکرات روشنفکریشون اقتصاد ایران رو نابود کردن اونجاها نبوده. با این حالی که دانشمنده و روشنفکرای خیلی بزرگی داشته ایتالیا، چنین اتفاقی اونجا رخ نداده و این نشون از این میده که خیلی عمیق به مالکیت اهمیت میدادن. اما یه مشکل دیگه هم داره وقتی بیزینس ها خانوادگی میشن. وقتی بیزینس ها عمیق و خانوادگی هستن، سرمایه گذاری تو تکنولوژی های جدید توشون کم میشه و وقتی سرمایه گذاری تو تکنولوژی جدید توشون کم میشه، این ایجاد سرمایه داخلش کاهش پیدا میکنه. اگر به شاخص گلوبال اینویشن ایندکس توجه کنیم که نشون میده که چقدر کشورها به نوآوری توجه میکنن، میبینیم ایتالیا اصلا جایگاه مناسبی نداره و تقریبا میشه گفت در جایگاه‌های آخر اروپا قرار گرفته. اما پیشرفت ایتالیا از چه زمانی شروع شد؟ دقیقاً بعد از جنگ جهانی دوم ایتالیا مرکز یکی از بزرگترین پیشرفت‌های دنیا شد. چرا؟ چون یکی از بیشترین میزان اون وام‌های طرح مارشال به ایتالیا تخصیص داده شد. از بعد جنگ جهانی دوم تا سالهای 1974 ایتالیا به صورت میانگین رشد تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی 5.5% رو تجربه میکنه که برای اون زمانها برای کشورهای اروپایی ایتالیا فوق‌العاده عمل میکنه. شما میبینیم با حضور یک حکومت و دولت سوسیالیستی، شرکت‌های ایتالیایی با حمایت حکومت مرکزیشون میان هم با شوروی در ارتباط هستن، هم با غرب، مثل فیات که میاد هم با شوروی معامله میکنه، هم با کشورهای غربی معامله میکنه و اینطوری اقتصاد ایتالیا با سرعت بیشتری پیشرفت میکنه. دقیقا همین زمانیه که تو ایتالیا شرکت‌های بزرگی بنیانگذاری میشن، مثل فراری، مثل لامبورگینی، مثل آلفا رومئو، مثل دوگاتی و شرکت هایی هستن که اقتصاد ایتالیا رو تکون میدن. شرکت پیاجو فکر میکنم رویایی ترین شرکت ایتالیاه. این شرکتی قبل از جنگ جهانی دوم تولید کننده اسلحه و هواپیما بود. بعد از جنگ جهانی خب مجبورش میکنن که به کالاهای مصرفی روی بیاره و تولید کالاهای مصرفی رو انجام بده و در یک انقلاب نوین این شرکت میاد موتورسیکلت‌های وسپا که رویای جوانان اون زمان میشه توی هالیوود و همه جا نقش داره رو به جهان عرضه میکنه. توی همون سالها، سال 1959 اقتصاد ایتالیا شروع به رشد میکنه و اولین برندی که پای خودش رو به امریکا باز میکنه برند گوچیه. آقای آلدو گوچی اولین مغازه خودش رو توی منهتن باز میکنه تا شروعی بشه برای ورود برندهای بزرگ ایتالیایی به امریکا و رشدهای عجیب این شرکت ها در امریکا، در بقیه جاهای اروپا. صنعت مد و ماشین بگذاریم، صنایع بزرگ دیگه هم داره ایتالیا. صنایع بزرگی مثل لوازم خانگی ایندیزید، شرکتی که ماکارونی رو به دنیا صادر میکنه، باریلا،
شرکتی که لاستیکاش اعتبار و استاندارد جهانی پیدا میکنن. پیرلی اسامی بزرگی تو تاریخ ایتالیا وجود داره که هیچ وقت فراموش نمیشن، مثل سزار، مثل داوینچی، مثل میکلانج، مثل گالیله. حتی سیاستمدارهایی که به خشونتشون هیچ وقت فراموش نخواهند شد، مثل موسولینی که در بین مردم و کشاورزا کشاورزی میکنه و با این تفکر به قدرت میرسه و حکومت فاشیستی سلطنتی ایتالیا رو شکل میده. در اواخر جنگ جهانی دوم از پا به دار آویخته میشه و خب آدمای عجیب غریب داخل ایتالیا، در تاریخ ایتالیا خیلی زیاد. اینجا موضوع رو تمام نکنیم. خب اگه راجع به ایتالیا صحبت میکنی همه بلافاصله فیلم پدرخوانده و این اثر فوق‌العاده سینمایی یادشون میافته. لازمه که راجع به ایتالیا بگم که مافیا مثل همه جای دنیا در ایتالیا هم وجود داره، مثل مافیای بریتانیا، مثل مافیای عمیق آلمان، مثل مافیای بزرگ روسیه، مثل مافیای بزرگ اوکراین وجود داره. یه جمله معروف هست که میگه اگر سیسیل پدر مافیای دنیاست، اودسا مادر مافیای دنیاست و خب این یک بحث مافیایی و این هاست. اما اون چیزی که ما به عنوان مافیا در افکار عمومی جا افتاده اون چیزی نیست که واقعیت مافیای ایتالیاست. تو افکار عمومی مخصوصا چپ ها، سوسیالیست ها و کمونیست های ایتالیا تمرکزشون به گفتن این که مافیایی هستن اون افرادی هستن که بیزینس های خانوادگی دارن و بیزینس های خانوادگی همونطوری که گفتم خیلی مطرحن داخل ایتالیا و خب وقتی میگه بیزینسی معروفن اونا هم که سوسیالیست ها و کمونیست ها هم که سریع دنبال اینن که یه چیزی رو مصادره کنن، ملی کنن و اینها، اونها رو به عنوان مافیا بین مردم معرفی میکنن. اما واقعیت اینطوری نیست. مافیای ایتالیا اون خانواده ها و اون بنیانیه که کار خلاف و غیرقانونی انجام میدن. توی قاچاق اسلحه هستن، در قاچاق انسان هستند، قاچاق مواد مخدر هستن، فروش اعضای بدن هستن، فروش انسان هستن، چیزی که در جنوب ایتالیا خیلی به شدت دیده میشه. توی ایتالیا 4 تا خانواده بزرگ مافیایی وجود داره که همشون تو جنوب ایتالیا زندگی میکنن. خانواده کامورا تو ناپولی، کوزا نوسترا تو سیسیل، اندرانگتا تو منطقه کالابریستا و کوچکترین خانواده مافیایی ایتالیا ساگرا کارونا اونیتا هستند که عملاً انجام امور خلاف مافیایی اونجا صورت گرفته. اگه حتی نقشه حمله به سیاستمدارها، دیپلمات‌های جهان ایتالیا رو نگاه کنیم، همه این اتفاقا توی جنوب ایتالیا رخ میده. این هم یک نگاه کوچیکی به مافیا، چون وقتی راجع به ایتالیا صحبت کنی همه فکرشون میره به سمت مافیا. راجع به این موضوع گفتم، این کلیت ایتالیا، اینو گفتم راجع به ایتالیا بگم قبل از اینکه بخوام ولاگ سفرم رو به منطقه میلان شمال ایتالیا بگم. من ایتالیا رو دوست دارم. این ویدیو اصلا بحث تخریب ایتالیا رو نداشتم، فقط خواستم یه سری واقعیت‌های ایتالیا رو بهتون ارائه بدم. توی ویدیوی بعدی راجع به سلامت میخوایم صحبت کنیم. با من همراه باشین، موفق باشین.